اینجا عروس خونه های تاریخی ایرانه. با من شهرزاد قصه گو همراه باش. خونه طباطبایی‌ها با قدمت 175 سال عروس خونه های تاریخی ایران و یادگار ناصرالدین شاه قاجاره. نکته جالب معماری عجیبش اینه که تک تک فضاهای خونه نسبت به هم حجاب داشتن و به همدیگه دید نداشتن. فکرشو بکنید حتی از پشت بوم خونه های بغلی هم خونه معلوم نبوده. یکی از دلایل قشنگی این خونه ساختار گودال باغچه است. یعنی خونه تو گودی قرار داره که اهالی خونه از نظر محکم بودن، جلوگیری از زلزله و آبرسانی خیالشون راحت بوده و این ساختار باعث تقارن و جذاب بودن بیشتر معماری شده. معماری که گچبریاش با الگوهای هندسی و نقش‌های فرش ایرانی و گل و مرغ اسلیمی همه رو محو خودش میکنه. این خونه یادگار دوره قاجار رو تو طول 10 سال به دست حادثه جعفر طباطبایی تو محله سلطان امیراحمد ساخته شده.